سلام بچه‌ها، چطورید؟ امیدوارم حال دلتون خوب باشه توی این جنگ و این چیزا. بچه‌ها میبینیم که جنگ و این چیزاست و ایرانم که تحریم شد، نمیدونم داخل فیلتر همه چیزی فیلتر شد و هر کی میاد میگه فری فایر بازی نمیکنه، میگه نه فیلتر شد دیگه پلی نمیدم این چیزا. حالا اومدیم واسه شما یه فیلتری آوردیم که اینجا خوبی بهتون بازم خوبه که بتونیم با یه بازی هم کنیم، بازم خوبه. 120 تو 90 70 تو خوبه و این فیلتر ایرانیه، یعنی فقط مخصوص بازی این چیزا. اگر هم میخواین این مال اینستا و یوتیوب چیزا فیلتر بذارم، درخواست شما داخل کامنت ها بهم بگین که بذارم و میبینیم که فیلتر خوب کار میکنه، یعنی بهترین فیلتر و این چیزا و فقط واسه شما این آوردن، نه فقط بگی واسه ویو و مشترک این چیزا. اگر نه فقط واسه شما به درخواست ساعت گفتن این فیلتر رو بذار چیزا دارم میذارم، اگر نه بخوام واسه ویو چیزا نه فکرشو نکن داشت واسه ویو چیزا، فقط به خاطر شما گذاشتم این فیلتر رو. ایرانی هم پینج خوبی بهتون میده. خب بریم واسه آموزش فیلتری که میخوام بهتون بگم. خب بچه‌ها اینجا میزنیم رادار جیم و اولین سایتی که واسه تون میاره رادار جیم میزنیم و میزنیم نصب اپلیکیشن واسه میزنیم و وای میسیم واسه من باگ میشه نمیدونم اومد. میزنید نسخه اندروید نصبش میکنید، حالا من نصبش کردم، نصبش میکنید و واردش میشین. وقتی که وارد شدین میخوایم بزنین و واسه تون یه چیزی میاد، مثلا این تو واسه رازه. خب آره اینطوری میاد، نگاه اینطوری میاد و این سگینتی پایین هست چون میزنید روی ثبت نام. اینجا اسمتون رو میزنید، بازم اینجا فامیلی میزنید به انگلیسی، یه ایمیلی که میخواد کد بیاد رو اون میزنید و یه رمزی هم میخواد اینجا که یه رمزی بزنید، اون یه رمز، هر رمزی که خودتون گفت. خب وایسا یه کدی از شما میخواد، این کد کجا میاد؟ این داخل ایمیل میرین داخل خود این. خب نگاه اینجا نمیاره، تنها روش باید اینه بیای تنها روشش اینه که بیای اینجا و این هرزانه میبینی که اینجاست، اینجا این هرزانه میزنی روش، بعد اینو یه بالا میزنی، نگاه کد میاد اینجا اونجا که بهتون گفتم نمیاد، صفحه اصلی نمیاد، میاد توی هرزانه، نگاه میاد اینجا. اوکی، بعد این کد رو برمیداری میای اینجا میزنی و هر سروی که خود دلت خواد با دلخواه خودتون مثلا میزنم این بار میزنم. خب بچه‌ها اینم از ویدیو بود، چیزا بود. اگه میخوایم فیلترشکن یوتیوب اینستا این چیزا رو بذارم داخل کامنت ها بگین که بذارم واسهتون. تا ویدیو بعدی بدرود.